بسم الله و الصلاة و السلام علی رسول الله. در حلقه گذشته گفته بودیم که درباره آفرینش زمین و آسمان و مخلوقات صحبت خواهیم کرد. الله تعالی بود و چیزی همراه او نبود. سپس الله تعالی آب را آفرید و بعد از اون عرش را آفرید و بعد گذشتن زمان الله تعالی قلم را آفرید و به قلم فرمان داد تا اینکه هر چی که در روی زمین خواهد شد و در آسمان خواهد شد اون رو نگارد و قلم اون رو نگاشت و بعد از گذشتن 50,000 سال از نگاشتن قلم الله تعالی آسمان، زمین، مهتاب، آفتاب، ستاره و همه سیاره ها را الله تعالی آفرید. بعد اون الله تعالی فرشته ها را آفرید که مخلوقات مطیع، اطاعتکار و سرسپرده الله تعالی هستند و از امر خدای تعالی بیرون نمی روند و آنها معصوم و پاک از گناه و خطاگی هستند. بعد گذشت زمان الله تعالی جنها را آفرید و ساکن زمین قرار داد و جنها در زمین زندگی کردند و فساد و بد اخلاقی زیاد کردند، خونریزی ها کردند، نامعقولی ها کردند. بعد از الله تعالی فرشته ها را فرستاد تا زمین را از جنها پاک کنند و جنها را به جزیره دوردست و اقیانوس ها بدرقه کنند. بعد الله تعالی قرار داد در روی زمین جانشین آفرید و جانشین گذاشتن خود را به فرشته ها مطرح کرد و الله تعالی گفت انی جاعل فی الارض خلیفه، من برای خودم در روی زمین خلیفه یا جانشین آفریدنی هستم. بعد این الله تعالی فرشته ها فرمان داد تا اینکه از جمیع روی زمین قبضه خاک آورد. فرشته اومد و از خاک زرد و سرخ و سیاه و سفید یک قبضه جمع کرد و نزد الله تعالی برد و الله تعالی اون را به آب آمیخته کرد و بعد از اون به گیل تبدیل یافت و گیل چسبک شد با گذشتن زمان. بعد گذشتن زمان گیل رنگش دیگر شد و بویش نیز تغییر یافت. بعد از اون الله تعالی را به صورت انسان در آورد به شکل آدم علیه السلام و آن مدت در زمین بعضی روایات میگن که 40 روز، بعضی روایات میگن که 40 سال در خیلی به شکل بیجان خوابید و در آسمان فرشته ها میدیدن، حیران میشدند، یعنی که همین پیکره آدم علیه السلام را. از جمله اونجا یه مخلوق دیگری بود، ابلیس، که او اصلا از جن ها بود لیکن به سبب عبادت و سعی و تلاش زیادش او رو به عالم ملکوت برده بودن، به آسمان برده بودن و ابلیس وقتی دید حسدش آمد، از همونجا گفت من گفت پیکره آدم رو خطاب میکرد، میگفت اگر من بالای تو سلطه و نفوذ یابم تو رو نابود میکنم، اگر خدا فرمان تک تو رو گوش کنم تو رو سرکشی میکنم، تو رو گوش نمیکنم. بعد از اون الله تعالی به آدم علیه السلام جان دمید. وقتی که جان آدم به دماغش آمد آدم علیه السلام عطسه داد. وقتی عطسه داد فرشته ها گفتن که بگو الحمدلله. آدم علیه السلام گفت الحمدلله. الله تعالی در جواب گفت یرحمک ربک، خدای تو را رحمت کند. وقتی که جان به چشمش رسید آدم میوه های جنت را دید، به چشمانش اون رو نظر میکرد. بعد از اون وقتی که جان به درون آدم رسید، به شکمش رسید، دیگر خواست که گوش نماند و خواست که از اون میوه ها خورد و حرکت کرد که خیزم نتوانست، خواست که جهد نتوانست، چون که حالا جان در تمام پیکرهش نرسیده بود، یعنی که نیمه پایینش حالا جان نداشت. و وقتی که جان پره به بدن آدم علیه السلام فرامد و آدم علیه السلام همه که پیکرهش به حرکت در آمد، الله تعالی با آدم علیه السلام خطاب نموده، گفت که برو اونجا گروهی از فرشته ها هست با آنها سلام کن. حالا فرشته ها اونجا کمتر، یعنی که از آدم علیه السلام نمی‌دونستن که با او چخیل برخورد میکنن، چخیل میشود معامله بینشون. وقتی که آدم علیه السلام السلام علیکم و رحمت الله و برکاته گفت، فرشته ها گفتن و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته و اینجا بود که بینشون انس پیدا شد، یعنی که همین سلام آنها رو به هم خیلی انیس کرد و آنها به هم خیلی نزدیک شدن و اون وحشتی که از فرشته ها بود دور شد و آدم رو برای خود یک مخلوق دوست قبول کردن. سپس الله تعالی با آدم علیه السلام نام همه چی رو دانوند. خیلی از ابن عباس
و مجاهد و سعید بن جبیر و حسن بصری آمده است میگن که الله تعالی یک به یک نام همه چیز رو برای او آموزونید. این درخت، این بحر، این کوه، این آدم، این چهارپا، این فلان. تا تو از سعید بن جبیر آمده است گفته است که این مثلا گاو، این اسب، یعنی که تمام تا تو جزئیات میده ترین را الله تعالی به آدم علیه السلام آموزونید. یعنی که این چیز تصادفی نیست برادر عزیز. بعضی فکر میکنن که این چیزا رو انسان در نتیجه که تجربه و در نتیجه چندین سالها زندگی کردن پیدا کرد. نه، اصلا الله تعالی زبان خودش به آدم علیه السلام آموزونید. نام همه چی رو، کلند و تیشه دوست و هر چی هست الله تعالی به آدم علیه السلام آموزونیده بود. و علم آدم الاسماء کلها، همه نام ها رو، نام همه چیز رو الله تعالی به آدم علیه السلام آموزونیده بود. بنابراین وقتی که نام همه چیز را برای فرشته ها پیشکش کرد و عرض کرد، فرشته ها گفتن که ما جز اون چی رو نمیدونیم که تو برای ما آموزونیده ای. پس الله تعالی آدم گفت که تو نام اینها رو گفت. آدم علیه السلام نام اون چیزها رو گفت. این دریا هست، این اقیانوس هست، این کوه هست، این درخت هست، این فلان است. فرشته ها تعجب کردند و اینجا بود که الله تعالی اونها رو فرمان داد تا اینکه به آدم علیه السلام سجده کنند. و سجده فرشته ها به آدم این سجده تکریم بود، نه سجده عبادت، یعنی که سجده احترام به فرمان الهی بود. وقتی که الله تعالی فرمان داد و همه سجده کردند، یک مخلوق اونجا سرکشی کرد و آن ابلیس است که اصلش از جن بود. خیلی آیت میگوید کان من الجن ففسق عن امر ربه، از جمله جن ها بود و از فرمان پروردگارش، از دستور پروردگار سرکشی کرد. وقتی که از دستور پروردگار سرکشی کرد، الله تعالی برای شیطان گفت ما لک الا تکون مع الساجدین، تو رو چی شده که همراه سجده کنندگان سجده نمیکنی به آدم؟ شیطان در جواب گفت لم اکن لاسجد لبشر خلقته من طین، یعنی که من به اون چیزی که تو از گل آفریدی به اون سجده کننده نیستم. یعنی بین پررویی و یک نمود بسیانگری رو که به الله تعالی اینجا مناقشه دارد. بجای اینکه توبه کند، بجای اینکه سرخم کند، بجای اینکه بخشش و عذر پرسد، برعکس میگوید که من اون چیزی که تو از گل آفریدی به اون سجده نخواهم کرد. در جای دیگر میگوید در قرآن که انا خیر منه، من از وی بهترم، خلقتنی من نار و خلقته من طین، میگه که تو مرا از آتش آفریدی، او را از گل آفریدی، آتش از گل بهتر است. و اینجا ابلیس یعنی که سرکشی میکند، فرمان الله تعالی را اجرا نمیکند و با نه تنها اجرا نمیکند بلکه اجرا نکردن خودش را به همین گویم که نظریه های پوچ خودش میخواهد اساسناک کند. گویم که وای از گل بهتر است، آتش از گل بهتر است، من سجده کننده نیستم، من فلان نیستم. و اینجا ابلیس بجای اینکه توبه کند از خدای تعالی میگه که وقتی که خدای تعالی وای از درگاهش میروند لعنت میکند، ابلیس میگه که برای من مدت تا اینکه دو روز قیامت زنده مانم و توانم که همین فرزندای آدم به سبب اون که مرا به سبب اینها از درگاه تو رانده شدم، اینها رو من وسوسه کنم و همراه خودم در دوزخ انیسی من باشن، همنشینی من باشن، هم صحبتی من باشن، تا اینکه من یعنی که قصد خودم رو از فرزندای آدم میگیرم. بعد از این برادر عزیز الله تعالی آدم علیه السلام رو وارد بهشت میکند و آدم علیه السلام در بهشت زندگی میکنند، لکن تنهایی میکشند. یعنی که وحشت است، یعنی که چیزی از جنس خودشون نیست. همه چی هست، خوراک هست، پوشاک هست، گوییم که با لذت ترین طعم ها اونجا وجود دارد، اما چیزی اساسی وجود ندارد. آدم کمتر وحشت میکشید وقتی که اولین بار خواب میرود، وقتی از خواب میخیزد ببیند که نزدش یک زن نشسته است. بعد میگه تو برای چی آفریده شدی؟ میگه که من آفریده شدم تا اینکه در من آرامی خود را یابی. و اینجا میگن که مفسرها فرشته خواستن که آدم امتحان کنن، میگن که آدم این نامش چی است؟ چون که آدم نام همه چی رو تعلیم گرفته بود از الله تعالی. آدم میگه نامش حوا هست. میگه حوا یعنی چی؟ معنای حوا چی است؟ میگه که این برای آن حوا نامیده شد که از چیز زنده آفریده شد. چون که حوا، مادرمان حوا از قبرغه چپ و کوتاه‌ترین از همه پایین‌ترین قسم قبرغه آدم علیه السلام آفریده شده بود. و اینجا بار دیگر فرشته ها که با
دانش آدم علیه السلام قائل شدند. بعد اون برادر عزیز شیطان وقتی که از درگاه خدای تعالی رانده شد، اونجا دیگر برای گرفتن قصد خودش تمام راه و وسیله ها را استفاده می‌برد تا اینکه آدم و حوا را از بهشت رانده کند. چه خودش رانده شد، می‌خواست اونها را رانده شوند و حرکت کرد اونها را وسوسه کند. وسوسه کرد کار نداد. بعد یک فکر شیطانی دیگر به ذهنش اومد، گفت که اینها رو میشه تنها به همون چیزی که به اون محبت دارن به همون راه اونها رو گویم که از اینجا دور کرد. الله تعالی وقتی آدم رو وارد بهشت کرد، با آدم فرمان داد که به درخت معینه که ما نامش رو نمیدونیم یا کدام درخت است نمیدونیم، چون که یک روایت صحیح نیست درباره این، و با اون گفت نزدیک نشو و از اون استعمال نکن، دیگه تمام بهشت برای تو حلال است جز یک درخت. شیطان هم از همین در آمد و اومد وسوسه کرد کار نداد وسوسهش. بعد گفت آدم محبت به خدا دارد، آدم میخواد که همینجا جاودانی باشد. بنابراین شیطان آمد و با آدم علیه السلام وسوسه کرده، گفت که هل ادلک علی شجره الخلد و ملک لا یبلا، ای آدم آیا من تو را دلالت کنم به درختی که تو را جاودانی خواهد کرد، عمرت جاودانی هیچگاه نخواهی مرد و ملک تو و که مملکت تو زندگی جاودانه خواهد شد، هیچگاه نابود نمی شود، زوال ندارد. کار نداد. بعد از آن آمد خیلی آیت میگه که وقاسمهما انی لکم لمن الناصحین. اینجا آمد شیطان که وسیله دین در آمد، گفت به خدا قسم میخورم که من نصیحتگر شما هستم. یعنی آدم در فطرت علیه السلام در فطرت تازه هست، ذهنش صاف است، یعنی که در سنش یکون غلطی نیست. وقتی دید که این مخلوق به نام خدا قسم میخورد، یعنی که اینجا دیگر همین قسم خوردنش یعنی که اونها رو به خطاگی وادار کرد و آنها رفتند از اون درختی که الله تعالی نهی کرده بود تناول کردند و بعد از تناول کردن لباسهایشان از بدنشان افتاد، برهنه شدند و در اطراف اکناف بهشت میگرفتند این سو اون سو، تا اینکه همون فطرتن که شرم داشتند هر دوشم از که شرم داشت و دور شد، برای خودش لباس میکافت، برگای درختای میکندند تا اینکه همون شرمگاه های خود، جای عورت های خود را پوشانند. اینجا الله تعالی گفت ای آدم تو کجا میروی، کجا میگریزی؟ گفت ای خدا تو از من میگریزی؟ آدم علیه السلام گفت نه خدا من شرم دارم، من گفت خطا کردم، آنچه نکن گفتی کردم. یعنی ببینید اینجا فرق بین آدم و بین ابلیس رو که ابلیس خطا کرد و پافشاری کرد بر خطای خودش و خطای خودش خواست اساسناک کند، دلیل ها بیارد به فکر خودش. اما آدم علیه السلام باشد اینجا از اول گفت خدایا من خطا کردم، من گویم که اینجا خطاگی از من صادر شد، من از تو شرم میدارم با تو روبرو شوم. الله تعالی برای آدم علیه السلام و برای مادرمان حوا یعنی کلمات القا کرد که به سبب اون کلمات گناه آنها بخشیده شد و دوام واقعه را چگونه حیات بردن آنها در روی زمین و بعد از فراورده شدن از بهشت بر روی زمین چگونه زندگی کردند، چی واقعه ها رخ داد، انشاءالله در حلقه آینده خواهیم دید. شما رو تا حلقه آینده به درگاه الله تعالی میسپارم. خداوند نگهبان شما باد و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.